سلام، من مهیار سارمی هستم، مدیر عامل شرکت بانیان تجهیز کیمیا در ایران و شرکت سارما گلوبال در ترکیه. طی یک سری استوری و ویدیو میخوام بهتون تجربیات این چند سال واردات علل خصوص در زمینه مواد آزمایشگاهی، شیمیایی و تجهیزات و دستگاه‌ها رو براتون یه خلاصه توضیح بدم و نحوه کار رو بگم. نحوه صحیح خرید رو توی این سلسله استوری ها بهتون میگم. شرکت‌های مطمئن رو تا اونجایی که بشه خدمتتون معرفی میکنم و نحوه بیزنس کردن با این شرکت‌ها، نحوه درخواست کردن ازشون که حداقل بتونیم وقتی که حالا اینجا این امکانات هستش و این شرکت‌ها رو ما تأسیس میکنیم بتونیم که خدمات رو حداقل بتونیم کالاهای اورجینال رو با بهترین قیمت در اختیارتون قرار بدیم و نحوه مبادلات رو بهتون میگیم. مثلا از اولش که اون بحث حواله پول هست، اون بحث خرید از شرکت ها هست و در نهایت بخش ارسال و ترخیصش هست. همه رو کم کم براتون توضیح میدم و میریم از مستقیم به صورت مستقیم در جریان چند و چون همه این کارها هم قرارتون میدم. ثابت فعلا. این سری استوریا میخوام بهتون نحوه دقیق و درست خرید و تجارت با کشورهایی که ما ازشون واردات داریم رو، علل خصوص کشور ترکیه رو که در زمینه آزمایشگاهی و شیمیایی به شدت قوی عمل داره میکنه توی حداقل کار با ایران و به هر حال به ما ایرانی ها به صورت خیلی خوبی سرویس رو ارائه میدن و کالا رو در اختیار ما قرار میدن. توی این زمینه